بسم الله الرحمن الرحیم. برادران نهایت گرامی، طوری که قبلا عرض نمودم که ان شاء الله در مقطع بعدی مقدمه قاعده نورانی و حروف مفردات ان شاء الله در این مقطع به خدمت شما به عرض میرسانیم ان شاء الله. امیدوارم که کاملا دقت نموده تا اینکه ان شاء الله فایده کامل را ببرید. درس اول ما حروف مفردات می باشه و قبل از اینکه ما حروف مفردات را شروع بکنیم یک بار در بسمله کمی صحبت بکنیم خوب است ان شاء الله، که چون عده کثیری برادرای ما وقتی که بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که تلفظ میکنن میخوانن طوری تلفظ میکنن که اکثر حروفشان ضایع میشه و حروف را درست تلفظ نمیکنن. برادرای ما هستن بعضی میگن بسم الله الرحمن الرحیم که بیا میخوانن اونجا حرف ها میباشه و بعضی میباشن که بسم الله همزه میخوانن و بعضی هم هستن که بسم الله حر میگن که به حرف ح میخوانه، که همه اینها اشتباه هست. ما کوشش بکنیم ان شاء الله قبل از قاعده نورانی قبل از حروف مفردات بسمله را تکرار بکنیم و یاد بگیریم، چون در اول هر درس ما و شما بسمله را میخوانیم. میگیم طور درست خواندنش بسم الله الرحمن الرحیم. حرف اول حرف با الکمی به شدت ادا میکنیم میگیم بی، کوشش میکنیم پی نشه. حرف پا که به فارسی می باشه پی یا پا در قرآن کریم استعمال نشده به زبان عربی، به خاطر حرف با هست بار میگیم بی، چون صفت شدت داره کمی واضح ادا بشه بی. و سین بعدیش چون صفت سفیر داره یک ذره سفیر اشکار بشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله حرف ها اشکار ادا میشه و حرف های را ما اینها پور تلفظ میکنیم، اینا پور خوانده میشه تفخیم میشه و اینها رو باریک نکنیم. بعضی برادرای ما میگن بسم الله الرحمن الرحیم و بعضی هم لبه های خود در حرف های را استعمال میکنن میگن که بسم الله الرحمن لبه ها نباید استعمال بشه به حرف را، لبه ها استعمال نمیکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوب است که برادرای گرامی اگر یک آینه داشته باشیم از طریق آینه ما لبه های خود دقت بکنیم و ببینیم و حرف را و بسمله تمرین بکنیم، بارها مشق بکنیم تا اینکه لبه های ما بی حرکت باشه به حرف را. به این خاطر دوستای محترم مهم است که از همه اول ما بسمله را یاد بگیریم، چرا که وقتی که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم به نام الله تعالی، نام رب العالمین خالق خود ما و شما به زبان می آوریم، باید کوشش بکنیم که بسیار با الفاظ درست و بسیار با محبت و با تعظیم اسم رب العالمین به زبان بیاریم تا الله تعالی خوش بشه، چون ما گفته بودیم که هدف ما از درس خواندن است که الله تعالی از ما و شما راضی بشه. اگر ما دوستای محترم نام یک انسان درست تلفظ نکنیم، نامش اشتباه بگیریم یا شکسته بگیریم و بعد اون نفر ناراض میشه و میگه که چرا نام مر شکسته میگیره، حداقل نام مر خود درست بگی. وقتی که ما میگیم بسم به نام الله تعالی مالک الملک هست، بادشاه دو جهان، به این خاطر ما کوشش بکنیم نام الله تعالی رو بسیار به خوبی با الفاظ درست و بسیار با تعظیم ان شاء الله بگیم. و درس حروف مفردات شروع میکنیم میگیم اول که الف نوشته هست، در اصل الف نیست، این همزه می باشه و دوستای محترم ما همزه رو بشناسیم. فرق میان الف و همزه هست، الف همیشه ساکن هست، هیچ وقت حرکت قبول نمیکنه، لیکن همزه همیشه حرکت قبول میکنه، حرکات رو مکمل قبول میکنه، فتحه کسره ضمه اینها حرکت قبول میکنه همزه. اگر دقت بکنیم اولی حروف مفردات الف به ترتیب می باشه همزه فتحه داره، لام کسره، لی و فا ساکن است میگیم الف. بعضی برادرای ما میگن الف با پا، الف یا الف تا حرف فار بند میکنن، حرف فار ما بند میکنیم به خاطر که صفت همس داره و کما که نفس جریان داشته باشه میگیم الف باریک میگیریم. همزه به تمام قرآن کریم باریک تلفظ میکنیم، هیچ وقت ما همزه پر نمیکنیم، میگیم الف با. حرف با دو حرکت ما کش میکنیم و در آخرش ما حرف هر به وجود نمیاریم، نمیگیم با. یا بعضی برادرای ما پر تلفظ میکنن میگم با اشتباه است، با فقط دو حرکت تلفظ میکنیم. و چطور بفهمیم که دو حرکت است؟ انگشتای خدا اگر باز باشه بسته میکنیم، اگر بسته باشه باز میکنیم به ترتیب. مثلا میگیم الف یا انگشت باز است میگیم الف، انگشتای باز بسته میکنیم میگیم الف. ببخشیم حرف با بود، حرف با انگشتای خدا بسته میکنیم یا باز باشه میگیم با یا با. و همچنین حرف تا سر زبان و پشت دندان ها میزنیم میگیم تا، و حرف ثا سر زبان به سر دندان ها میزنیم میگیم ثا. دو حرکت فقط يصرح با تا ثا. به لهجه عربی یاد میگیریم، نمیگیم با تا سا یا ب ت س.
میروش نمیخوانیم. به لهجه عربی کوشش میکنیم اوش ما یاد میگیریم. و حرف جیم شش حرکت ما کش میکنیم و کوشش میکنیم حرف یایی که در وسط جیم نوشته هست اور ببینیم ما بریم، نمیگیم جی که آواز ببینی به خشم بره اشتباه هست. و یایی که حرف آخری که میم است اور آشکارا نکنیم بگیم جی. اگر لبها رو بچسبونیم بدون که آواز به خشم ببریم حرف با تلفظ میشه. پس ما آواز میم رو آشکارا میکنیم میگیم جیم جیم. ح حرف ح باریک تلفظ میکنیم از وسط حلق ح. بعضی برادران تلفظ میکنن میگن ح یا حرف ح میگن ها ها تا ح از هم فرق میکنه. حرف ح از وسط حلق میباشه و حرف ها از آخر حلق میباشه. پس میگیم ح باریک ح خا. و حروف سبز رنگی که شما باز ما ان شاء الله اکسای قاعده رو میگیریم هر صفحه رو میگذاریم یک عده حروف سبز رنگ هست. این حروف رو ما پر میخوانیم به نام حروف مستعلیه که بعدها ان شاء الله بعد صحبت اشاره میشه. میگیم خا لبها رو استعمال نمیکنه نمیگیم خا خانه خا دال. این شکل شش حرکت کش میکنیم مثل جیم و حرف لام آخر که گفتیم حروف آخر که در حرف آخر که در آخر حروف قرار میگیره اونها رو ما کوشش میکنیم آشکارا تلفظ میکنیم از بین نمیبریم. میگیم دال ذال را زا سين مثل جيم ياش ببين نارا سين شين لبهار السمع لم يكن نمجم شين شين شين. وحرف الصاد الجمله حروف مستعليه هست کوشش میکنیم ایرپور تلفظ میکنیم باریک نمیکنیم و سر زبان به خدمت های پایین میزنیم و ریشه زبان و وسط زبان مترف کام بالا میشه به خاطر صفت استعلاء و همچنین اطباق داره. میگیم صاد آخرش حرف دال است و حرف دال جمله حروف قلقله هست ما قلقله میکنیم البته قلقله پور نمیکنیم نمیگیم صاد د به ترتیب نه صاد. و حرف ضاد کناری زبان به دندانهای اضراس که مخرجش میباشه به ترتیب تلفظ میکنیم میگیم ضاد ضاد. ایر نمیشه که ما ایر حرف دال تلفظ بکنیم یا ضاد تلفظ بکنیم بعضی میگن ضاد یا بعضی میگن دال دال. ای حرف دال پر هست اشتباه هست میگیم ضاد طا طا. حرف طا ارخو پر میگیریم همچنین حرف ضا ضا. و حرف عین الباریک میگیریم عین عین غین. حرف یای که در وسط عین غین میباشه اینها رو باریک میگیریم میگیم عین غین. حرف غین مثل که قبلا گفتیم خا غا چون مخرجشان یکی هست ابتدای حلق میباشه غا خا غین. شش حرکت کش میکنیم ف ف قاف. حرف ف که در آخر حرف قاف است ایر اشکارات تلفظ میکنیم و بند نمیکنیم نمیگیم قاف به ترتیب نه قاف. کاف حرف کاف همچنین باریک میگیریم میگیم کاف لام میم نون. به حرف نون لبها رو جمع میکنیم واویش حرف واو ایر ببینیم نمیبریم نمیگیم نون. اگر ما ایدو ما بگیریم خشم خود بگیریم آواز میبینیم که اگر ببینی باشه لرزش داره نون. به خاطر حرف واو ببینیم نمیبریم میگیم نون واو ها همزه یا. بارك الله فيكم. امیدوارم که ان شاء الله مفید تمام بشه بارها گوش بکنین تا که فایده کامل ان شاء الله ببرین. و یک بار دیگه هم در مقطع بعدی ان شاء الله حروف مفردات بدون که توضیح بدیم از اول تا آخرش میخوانیم تا که برادرای ما ان شاء الله گوش بکنن. جزاكم الله خير.